سلام، اتومات استارت نیسانه. میخوام تعمیرشو نشون بدم. خب من اومدم با یه پیچ دور اتوماتو بازش کردم تا این قابش در بیاد. قابش اینجوری زدم، دورش باز شد. بله، سیم پیچ من نگاه کنین، لاکاش رفته، سوخته. حالا باید این سیم پیچشو باز کنم، همین سایز بگیرم، دوباره بپیچم. به چیز نوکتیز سیمی که از این قسمت اومده بیرون رو میگیریم به صورت در این صورت باشه، به صورت ساعتگرد باز میشه. موقع پیچیدن باید خود ساعتگرد باشه. خب یک دور، دو دور، سه دور، 143 دور که باز کردیم. سیم کشدار ما میاد داخل این. خب اینجا ما اتوماتمون دو تا سیم پیچ داره، یکیش یه ذره کلوفتره، یکیش نازک‌تره. اول سیم نازک‌تر رو باز کردیم که یه سرش به این پیشه بس بود، یه سرش هم به بدنه، به این قسمت بدنه لحیم شده بود. یه سیم پیچ دیگه هم داریم که یه ذره کلوفتر از قبلی است که از این قسمت بیرون رفته که به این قسمت لحیم میشه، سیم کلوفته. بعد یه سرش هم باز به همین وصله، چون اینجا هم سیم نازک هم سیم کلوفته. 1 102 103 4 105 106 107 109 40 دور و میرسه کجا؟ میرسه به همون پیشه. پس به این پیشمون جفت سیما لحیم. اول سیم کلوف 140 دور، بعد سیم نازک 148 دور. خب این اتومات ما سیم پیچ کردیم. میخوایم نتیجه کارم ببینیم چطور شده. اینجاش بگیر.